Hi guys, what's up? Hope you're doing well and start a wonderful day. In this part of video, we want to talk about a new subject. It's about drawing pronunciation of some easy vocabularies. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این قسمت از ویدیو می‌خوایم در مورد یه موضوع متفاوت صحبت کنیم. توی ویدیو قبلی در مورد یه سری اشتباه رایج گرامری و جمله سازی صحبت کردیم، ولی امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع متفاوت، اشتباه تلفظی برای خیلی از کلمات ساده‌ای که خیلی از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن. پس قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً لایک و سابسکرایب یادت نره. اوکی، let's go. شماره اول، کلمه اولمون این هستش. لطفاً تو بهم بگو که چطور تلفظش میکنی. vegetable, vegetable, which one? The correct pronunciation is vegetable. اشتباه تلفظی این کلمه اینه که خیلی از ماها vegetable میگیم یا vegetable یا vegetable. No, this is vegetable. Repeat after me. Vegetable. یه مثال براش میزنیم. I eat vegetable every day. من هر روز سبزیجات میخورم. Number 2, the second word. This is comfortable. Repeat after me. Comfortable. Comfortable. نه. Comfortable. مثلا, for example, this chair is really comfortable. این صندلی واقعا راحته. Number 3. This is receipt. Receipt. No. Receipt. For example, could you check your receipt? Yes. And next one, this is debt. No, this is debt. Debt. For example, he paid off all his debt. اون همه بدهیش رو تسویه کرد. پس دقت کنیم توی این کلماتی که خیلی سادن ولی خیلی از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن. پس لطفاً برام بگو توی کامنت ها که کدوم اشتباه تلفظ میکردی و یا دور و بر دیده بودی، و اگه دوست داری این نوع آموزش ها ادامه داشته باشه لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن و حتما زنگوله رو بزن تا قسمت جذاب بعدی رو از دست ندی. Thanks for watching.